فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. این صورت گفتیم 4 موضوع بزرگ بیان میکرد. اثبات عقیده توحید که غیر از الله کسی را عبادت و اطاعت نکنین. فرمان و دستور فقط از الله است. مخالف حکم الله و دستور الله از هیچ کس دیگر فرمانش قبول نکنین. دوم، خاتم النبیین رسول الله است. زندگیتان باید به طریقه پیامبر سلام باشد. سومی که به خاطر حاکمیت دین الله قتال کنین. چهارمی که به خاطر ترقی دین اسلام و حفاظت از قوانین و دستورات و عقیده اسلامی و جامعه اسلامی انفاق کنین. پولتان مصرف کنین. تا که پول مصرف نکنی نمیشه که انسان جان خدا تکلیف نته، پول خدا وقت خدا نته، اسلام ترقی نمیکنه و مؤمنین با ضعیف می باشن. امیال این ما شما وقت خدا میتیم نه، مال خدا مصرف میکنیم یک چیزی کم و تم. اینمی است که این دین و این اسلام اما حقیقتش زنده نگاه داشته میشه، چهره اصلیش حفظ میشه. دشمنا منافقین مختلف مردم هستن، نمیتونن چیزی بکنن، یعنی با دین کی ترقی میکنن. قباحت نصارا را بیان میکرد. یکی از اهداف بزرگ شرک نصارا بود یا شرک مسیحیا، کفر از اونا و هر کسی که عقیده از اونا را داره. الله رد کرد، واقع تفصیلی خاندان عیسی علیه السلام را بیان کرد. اونا میگفتن عیسی علیه السلام چون که پدر نداره ابن الله است، فرزند الله است یا خود الله خداست، معبود است. الله گفت نه، این گپ دلیل شده نمیتونه که کسی پدر نداره و بازو اله شوه و خدا شوه و معبود شوه. این دلیل شده نمیتونه. چرا اگه این دلیل میشد خب باید که بسیار کسا دیگه آدم علیه السلام هم پدر و مادر نداشت. هر وقت که دلایل ثابت شد که عیسی بنده الله است و رسول الله است، این گپ یهود هم قبول نداشت، نصارا. یهود میگه نه عیسی هیچ رسول نیست، بسیار گپای بعد پشتش میزنه. اله خو نیست، میگه رسول هم نیست. نصارا میگه رسول هم است و اله هم است، خدا هم است، معبود هم است. هر دوشان عقیده شرکی است و عقیده کفری است. حالا رسول الله صلی الله علیه و الله حکم کرد که مباهله بکن. مباهله ای که بگو قبول که ندارین، خیبین که ما و شما بدوا میکنیم که هر کسی که ناحق است الله هلاکش کنه. این مباهله را عبدالله ابن عباس هم با بعضی ها کردگی است در بعض مسائل. علامه ابن قیم با جهمیه هم می کار کرده. جهمیه صفات الله منکر بود، باز گفت خیبیه که هر کسی عقیدهش باطل است مباهله میکنیم الله هلاکش کنه، ولی اونا حاضر نشدن. فمن حاجک فیه، هر کسی که بحث کرد به امرای تو مجادله کرد فیه درباره عیسی علیه السلام، این که بنده و رسول الله نیست، اله است، خداست یا ابن الله فرزند الله، دی بحث میکند من بعد ما جاءک من العلم، بعد از اینکه بر تو آمده پیامبر علم آمده، یعنی وحی یقینی کتاب الله. فقل تعالوا، پس بگوی پیامبر تعالوا بیاین، ندعو ابناءنا که آواز بکنیم، طلب بکنیم، ابناءنا فرزندای خود را و ابناءکم فرزندای شما را، شما از خدا بیارین ما از خدا، و نساءنا طلب کنیم زنهای خود را و نساءکم زنهای شما را، شما خانمای خدا بیارین ما از خدا، و انفسنا و طلب کنیم یک دیگه خود را، رفیقای خود را، و انفسکم شما دوستا و خویشاوندای خود طلب کنین. ثم نبتهل باز عاجزی کنیم، تضرع کنیم، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، بگردانیم لعنت الله را با بالای دروغگویان که هر کسی دروغ میگه درباره عیسی الله او را چی کنه؟ لعنت کنه و هلاکش کنه. این دعوت دادگی است که فا تفریه است، تفریه میکنه، نه این نتیجه را میگه. هر وقت که اینی حقایق بیان شد
که عیسی علیه السلام میتور است، بازم قبول ندارن که عیسی بنده الله است و رسول الله است، اله نیست، فرزند الله نیست، ولد و زنا این گپا نبوده، پیدایشش معجزه بوده، این گپا قبول ندارن. فقل پس بگو که فمن حاجک، باز کسی که بعد از این دلایلم بحث میکنه با امرای تو، مجادله میکنه در ارتباط عیسی فی درباره عیسی علیه السلام که اله هست یا میگه که نیست، پیامبر نیست، من بعد ما جاءک من العلم، بعد از اینکه بر تو علم آمده، علم حق ظاهر شد، قرآن وحی آمد، علم یقینی را میگه و واضح و روشن شد. چی بگو برشان؟ تعالی و بگو بیاین، حلمو چی کنیم؟ ندو ابنانا که طلب کنیم بچه های خود را، فرزندای خود را، شما فرزندای خود را، اولادای خود شما اولادای خود، یعنی در یک جای چی شویم؟ جمع شویم کل ما، با امرای کی جمع شویم؟ با امرای اولادای ما، با امرای زنهای ما، با امرای نفس ما، خود ما، دوستای ما بیاییم. اسمی که در حدیث صحیح مسلم است، هر وقت آیت نازل شد میگه رسول الله صلی طلب کرد فاطمه و حسین را، فقال گفت اللهم هؤلاء اهلی، یا الله ای خانواده ما است. علی را هم صدا کردگیست. ثم نبتهل، باز چی کنیم؟ انفسنا، اینجا هدف خود انسان خودم میتونه آواز کنه، طلب کنه، ولی یک دیگر است، یک دیگه خدا، یعنی خدا و رفقا و دوستای خدا. ثم نبتهل، باز عاجزی کنیم، نبتهل یا نتظر و تظر کنیم با الله، فنجعل لعنت الله، باز بگردانیم لعنت الله را علی الکاذبین، به دروغگویا، دعا کنیم که اللهم لعن الکاذب، یا الله لعنت بکو دروغگوی از ما درباره عیسی، هر کسی که دروغ میگه عقیدهش غلط است و را هلاکش کو. خب رسول الله هم این کار کرد، گفت بیاین. هر وقت یار دعوت داد، هم وفد نجران بود، بسیاری میگه 60 نفر بودن که بیاین، خیر بحث کردن، خیر بیاین دعا میکنیم که هر کسی بد است الله هلاکش کنه، و امتناع کردن، قبول نکردن. وقتی که نکردن بود رسول الله هم گفت خیر ایناله از ما آماده جنگ باشین، و جزیه را قبول کردن نجرانی ها. اولین کسی بود، بعضی میگه جزیه دادگیست. عبدالله بن عباس میفرماید که لو خرج الذین، اگر بیرون میشون تو کسایی یباهلون رسول الله که مباهله میکردن با امرای رسول الله، لرجعوا، حتمی بازگشت میکردن، لا یجدون اهلا ولا مالا، نه اهل پیدا میکردن نه مالا، یعنی کل قومایشان میمرد. اباهیان میگه در ترک نصارا ملعنه، چرا نصارا نامدن در ملعنه و مباهله، حاضر نشدن؟ به خاطر که میدانستن به صداقت رسول الله صلی الله علیه و که پیامبر حق است، و این یک شاهد بزرگ است به صحت نبوت رسول الله صلی الله علیه و که پیامبر نبی بر حق است. دیگه علما هم گفتیم که عبدالله بن عباس هم با بعضی دعوت داده مباهله را که بیا اگر حق هستی خیلی ما دعا میکنیم، هر که ناحق است الله هلاکش کنه. گفتیم حافظ ابن قیم جهمیه را و غیره گروپ های باطل که صفات الله منکر است اونا را دعوت داده. و او دیروز هم برتان گفتم که علمای دیگه غلام احمد قادیانی را گفت که اگر تو نبی بر حق هستی خیلی بیا که ما و شما خود در تندور میپرتیم، و با مباهله هم دعوتش داد، هر که باطل است الله او را هلاک کنه، حاضر نشدگیست. یا یک دلایل حق است، حقانیت رسول الله صلی الله علیه و ثابت میشه که یقین داره. ان هذا لهو القصص الحق و ما من اله الا الله و ان الله لهو العزیز الحکیم. بدون شک اینمی واقعی که بیان شد، قصص الحق بیان حق است، و ما من اله الا الله، نیست معبود بر حق که عبادت و اطاعت شد بغیر از الله، و ان الله لهو العزیز الحکیم. بدون شک خاص الله غالب است، حکیم صاحب حکمت است. فان تولوا فان الله علیم بالمفسدین، اگر اینا اعراض کردن تو غمگین نشو، زیرا الله عالم است به مفسدین، الله مفسدین جزا میده. مفسد کی است؟ عقیده توحید قبول نکرد، این اول فساد میست. این از اینجا دیگه صراحتا فهمیده میشه. فان تولوا، اگر این میره که ما من اله الا الله این قبول نداره، اعراض کرد، فان الله علیم بالمفسدین، الله علم است به فسادکار. بزرگترین فساد فساد عقیده است، کفر است، شرک است. حالا الله متعال بیان میکنه ان هذا، بدون شک این واقعی را که ما برات بیان کردیم، قصصنا علیک یا محمد، ای محمد در ارتباط عیسی،
لهو القصص الحق، حتمی یک بیان حق است. قصص مصدر است، یک بیان حق است که در این شک نیست، ثابت است و از جانب الله است، واقعیت نمیست. و ما من اله الا الله، نیست معبود بر حق بغیر از الله. در اینجا رد است به بالای نصارا که میگفتن ثالث و ثلاثه، نه، عیسی یکی از سه خداست، الله یکی از سه خداست. میگفتن معبود سه است، یکیش عیسی است. و ما من اله الا الله، نیست هیچ معبودی عبادت حقدار عبادت و بندگی و اطاعت هیچ کسی، نه عیسی، نه موسی، نه مریم و نه دیگری، نه محمد، الا الله، مگر الله، فقط الله. کسایی که میگن سه، الله واره میگن لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، کافر شد کسایی که میگن الله یکی از سه خداست. و ما من اله الا الله، هیچ اله معبود بر حق بغیر از الله وجود نداره. و ان الله لهو العزیز الحکیم، بدون شک الله غالب است در پادشاهی خود، هیچ کسی ارادهش دور داده نمیتونه، کار عملش مانع شده نمیتونه. حکیم در صنعت و عمل خود، هر عملی را که انجام میده، هر حکمی که میکنه دو حکمت هست. حکمت فایده و منفعت انسان هست، از منفعت و فایده دنیا و آخرت خالی نیست هر کار الله. خب از این فهمیده میشه که نصارا چقدر یعنی امی مسیحا یهودی دین خدا را تحریف کردن، نه تغییر دادن. میفهمین چرا ایتو شد؟ به خاطر که علمایشان حق بیان نکردن. زمانی که در یک جای حق بیان نشه، اونجا چی میاد؟ دین و آیین تغییر میخوره. حق بیان نشه، حق درست بیان نشه، اما دین بیخی چیریش تغییر میخوره. الحمدلله که حال دیومت الله بنده را پیدا کردگیست که هیچ وقتی کسی نمیتانه این دین تغییر داده نمیتانه. این اسلام به خاطر که علمای بر حق است. در این زمانه سعی کچه است، نه؟ این قرن 21 هر زمانه دیگه الله میتو علمای بر حق پیدا میکنه، حق بیان کنه. این قدرت الله است. و اینمی دلیل است به حفاظت قرآن و این دین. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حفاظت توسط علمای بر حق، توسط مبارزین بر حق، الله دین خود را حفاظت میکنه. هر کسی یک گروه مردم خرابی کنه، الله دیگه کسا پیدا میکنه. نمیمانه که دین تحریف شود، تغییر بخوره، کنه و کسی تعویلش کنه نمیتونه. از اول بوده. این از قرن 2 که تحریفات شروع شده بود، قرن 2 اسلام بعد از صحابه همین گروپ های باطل پیدا شد. در هر زمانه الله علمای بر حق پیدا کرده. شما تاریخ بخوانید که شرکیات، کفریات، تعویلات رد کرده گیستن. حال سعی کنیم ما بریم دنیا بریم دیگه کسا را الله پیدا میکنه. کسایی که ولا یخافون لومة لائم. قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، ای مؤمنین هر کسی که مرتد شود از شما دینش، فسوف یأتی الله بقوم، زود است که میآورد الله یا قومی را، مؤمنین را، یحبهم و یحبونه، اونا الله با اونا محبت میکنه، اینا با الله. اذلة علی المؤمنین، در برابر مؤمنین بسیار چی میباشن؟ نرم، مهربان. و عزت علی الکافرین، در برابر کافر بسیار شدید است. یجاهدون فی سبیل الله، بخاطر حاکمیت دین الله جهاد میکنند. ولا یخافون لومة لائم، هیچ از ملامت کننده نمیترسن. همیشه الله وعده داده، میگه اگر شما تو شوید ما دیگرها را میاریم پیدا میکنیم. الحمدلله که الله دین حفاظت کرده، نمیتونه این بیدینا چیز کنن. خب هیچ وقت نمیتونه. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. بگوی اهل کتاب، یهود نصارا، تعالوا بیاین الى کلمة، به یک کلام سخنی، سواء برابر است، بیننا و بینکم، که در بین ما و شما اتحاد میاره.
تا که عقیده یکی نشه اتحاد نمیه. او چی است؟ الله نعبد الا الله، عبادت و بندگی نکنیم، اطاعت نکنیم از هیچ قانون الا الله مگر از الله، ولا نشرک به شیء، شریک نکنیم با الله هیچ چیزی را، نه سنگ نه چوب نه انسان نه مرده نه آسمان نه زمین، هیچ چیز. ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، نگیرد بعض ما انسان ها بعض دیگر ارباب فرمانروا و قانونگذار من دون الله بغیر از الله، یک ما دیگه ما را قانونگذار تعیین نکنیم. و این تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اگر اینا اعراض کردن بگو گواه شوین که ما مسلمان تابعدار هستیم. یا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون، ای اهل کتاب چرا بحث میکنین درباره ابراهیم علیه السلام؟ ما انزلت التوراة والانجیل، نازل نشده تورات انجیل کتاب ها، الا من بعدی مگر بعد از ابراهیم. افلا تعقلون، چرا عقل ندارین، شما فکر نمیکنین؟ ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون. خبردار شما کسایی هستین، هؤلاء کسایی هستین حاججتم که بحث میکنین، مجادله میکنین، گفتگو میکنین، فيما لكم به علم، دار چه که بر شما علم باشد دی بکنین. فلما تحاجون، پس چرا بحث میکنین فيما ليس لكم به علم، در آن چیزایی که شما با علم ندارین، نمیفهمین، خبر ندارین. والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله میفهمد شما جاهل هستین. ما كان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما و ما كان من المشرکین، نبود ابراهیم علیه السلام یهودی قسمی که شما یهودی ها دعوا دارین، ولا نصرانی قسمی که شما نصرانی ها و مسیحی ها دعوا دارین، ولكن كان حنیفا مسلما، لیکن بود ابراهیم بعد عقیده توحید استوار، مسلمان مسلمان تابعدار، و ما كان من المشرکین، نبود از جمله مشرکین قسمی که شما مشرکین مکه ادعا میکنین. در اینجا الله رد میکنه به قباحت دیگه از اینا. قباحت اینا بسیار از اینجا قباحتشان شروع شدگیست. بسیار آدمای بد بودن اینا. خب 14 قباحتشان الله بیان میکنه از اینجا آیت لن تنالوا البر تا اونجا. یا میگفتن که دین ما دین ابراهیمی است. یهودی ها میگفت که ابراهیم در دین ما بود، ما در دین ابراهیم هستیم. نصرانی ها میگفت که ما در دین ابراهیم هستیم. ابراهیم همی عقیده را داشت. توبه. مشرکین میگفت نه ما هستیم. هر کدامی مردم کافرایی که بودن در مکه و مدینه کلش ادعا میکنن که ما دین ما ابراهیمی است. و یک نوع عقیده میگه دین ما ابراهیمی، و دیگه عقیده و دیگه 3 قسم عقیده. الله میگه که ابراهیم علیه السلام، حال شما یهودیت خب بعد از ابراهیم پیدا شده، نه بعد از تورات و انجیل. ابراهیم وقت تیر شدگیست. حال شما خو همی حزبتانه یک حزب جور کردن، یا شما همی حزب خب پسان جور کردین 2000 سال بعد. ابراهیم علیه السلام 2000 سال پیش تیر شده. چطور یک آدمی که 2000 سال پیش تیر شده او را میگین که اینمی در حزب عقیده ما بود؟ خودتان هم حزب نو جور کردین، همین دین عقیده را هم نو جور کردین. امکانش هست؟ نه. یک آدمای بعد بگوین یک چیز پیش چطور گفتم میتونی؟ عقل دارین یا ندارین؟ الله میگه در چیز بحث کنین که در علم داشته باشین. تورات انجیل خب بعد آمد، یهودیت نصرانیت بعد از موسی آمده، ابراهیم خب وقت تیر شده. شما قبی عقل جاهل هستین. چقدر احمق بودن اینا. حالی که کسی یک حزب جور کنه، مثلا یک مثال در ذهنم آمد، همین کسایی که مذهبی هستند، حنفی و غیره، اینا بگوین که عمر رضی الله عنه در مذهب امام ابو حنیفه بود. چقدر بی عقلی است. عمر در مذهب کی بود؟ امام ابو حنیفه رحمه الله. این چقدر جهالت است. یکم تا میگه، یکم تا جاهل است که بگوی عمر در کدام مذهب؟ میگه در مذهب امام صاحب. و جاهل. امام صاحب خود این یکون 100 سال بعد از عمر آمده. 100 سال بعد. عمر خود 100 سال پیش بود. امام آمد و بعد مذهب و علم و نظریاتش. نه این چطور امکان داره که عمر در مذهب امام باشد؟ اینی یهودی هم تو بیعقل بودن. میگفتن ابراهیم در مذهب ما بود، در دین ما بود. الله میگه یهودیت خب 1000 سال بعد ایجاد شد. ابراهیم علیه السلام
2000 سال پیش تیر شده، 1000 سال پیش. این چطور امکان داره کودایی باشه؟ این نیست. فهمیدید یا نفهمیدید؟ این آسان. حالا الله میگه که دعوت بده اینا را. وقتی فهمیدن که عقیدهشان صحیح نیست، در سبب نزولش عبدالله بن عباس میگه علما یهود نصارای نجران جمع شدن پیش رسول الله هم بحث کردن درباره ابراهیم. یهود گفت که در دین ما بود، ما کان الا یهودی، نصارا گفت ما کان الا نصرانی. الله نازل کرد که ابراهیم یهودی نصرانی نبود. مجمع البیان. قل یا اهل الكتاب، بگو یا اهل کتاب، بگو از برای جنا ای اهل کتاب یهود نصارا، تعالوا بیاین، تعالوا علو چیز بلند، الى کلمت، به کلمه و کلام عادلت که سواء برابر است، مستقیم است، اتحاد میاره در بین ما و شما، بیننا و بینکم، در بین ما و شما، و در انصاف است. میخواین که ما متحد شویم، ما که شما متحد شویم؟ میخوایم که میخواین اینا لخیبین دیگه دینی موضوع را قبول کنین که الله نعبد الا الله، عبادت نکنیم بغیر از الله. عبادت بندگی، رکوع، سجده، خوف و ترس و توکل و اعتماد نکنیم بغیر از الله، یعنی فقط الله را عبادت کنیم، دیگه کسی را نه. ولا نشرک به شیء، شریک نگردانیم از برای الله شریک هیچ چیزی را، شریک نکنیم با الله هیچ چیزی را، هیچ شریکی. او شریک خود باشه، کلام نبی باشه، ولی باشد، قبر باشه، مرده باشد، بت باشه، هیچ چیزی را. دیگه یک مرض دیگه در اینا ای بود که یکیش دیگه خدا نه ارباب جور کرده بود. ارباب قانونگذار، فرمانروا، حلال حرام میکرد و اینا اطاعت میکردن. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، نگیرد بعض ما بعض دیگر اربابا، خدا معبودا، من دون الله بغیر از الله. مثل که یهود نصارا عزیر و عیسی را عبادت میکردن و علما و پیرای خدا نه در حلال و حرام اطاعت میکردن. یک حدیث صحیح است، هر وقت که این آیت نازل شد که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم، یا این آیت میگه عدی ابن ابی حاتم که این مسیح بود مسلمان شده بود، گفت که حدیث صحیح است ما كنا نعبدهم یا رسول الله، گفت ای رسول الله ما خو عبادت نمیکردیم اینا را، چه قسم الله میگه که شما علمایتان عبادت میکردین؟ علمای ما را، علما و پیرای ما را عبادت نمیکردیم. فقال صلی الله علیه وسلم، رسول الله هم گفت که اما كانوا يحلون لكم، آیا نبودن اینا حلال میکردن بر شما چیزایی را که الله حرام کرده؟ علمایتان حلال نمیکرد و یحرمون حرام میکردن، فتاخذون بقولهم، شما عمل نمیکنین بس خانشان. الله یک چیز گفته عالمتان دیگه، شما به چی عمل میکنین؟ گفت با گپ علمای ما. خب فقال، گفت که نعم، و گفتم بله. فقال نبی صلی الله علیه و هو ذاک، گفت این نمی است که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشركون. پس در اینجا الله میگه که این مرض چی بود؟ انسان پرستی، عالم خدا نه، پیر خدا نه عبادت میکردن. عبادت چی؟ اطاعت. ارباب گرفته بودن، هر حکم کنا میکردن، حلال حرام یا عمل میکردن. مثل که در افغانستان میگه ارباباست، نه ارباب صاحب فلانی و ارباب صاحب فلانی و ملک صاحب فلانی و یک گپ میشه فلانی مرده، میگه ارباب صاحب صدا کنه. ارباب که هر فیصله کنه دیگه کسی گپ نمیزنه، میگه ارباب صاحب کن. ارباب با چی میگه؟ خون به خون ششته نمیشه. خود چی کنه؟ خونه به دختر میشویم، بته میگه دختر از او دختر بگیره، چام بتین بعد او میگه او من نمیگیرم، میره نه بته تیز شو. از خانواده و مقتول دخترش به زور میگیرن، خانواده قاتل. دختره که گرفتن بازار روز رو مینایس قاتل پدر که تیش برخورد میکنه، این قاتل پدر ماست، بد میتنه، چام و بد و این گپا را کی فیصله میکنه؟ اربابای منطقه، ملکای منطقه. ایران میمانی ریسفیدا، فیصله ریسفیدی است. میگه افغانستان ده جرگه وطن ده، وطن جرگه و مشوره است. بیارین دیگه جرگه را میگه بطلبین، جرگه میاد مزد حکم الله فیصله میکنه. الله یک چیز میگه، اکثر جرگه ها میتونه است، نه؟
این شما دیدین جرگه و مشوره و این گپا. توبه. اگر که بعضی جایا ببینی رادیو همی چامی‌ها را رد میکنن ولی جرگه را نمیکنن. اگر این کلشو کلان است یه خورتی سطحش اینقه و اینقه شد. او کل چند سفیدای کل منطقه میاد. اون جرگه مشورتی رای داد نه؟ چی رای داد جرگه مشورتی؟ بخاطر حل قضایای مملکت. شما دیدین که چی رای داد نه؟ از جرگه خبر هستین. نباید تو باشه. خب من حیران میمانم ملام در اونجا ششتگیز در بین ری سفیدا او به ضد قرآن فیصله میکنه، ملا چپ است. اوه توبه استغفر الله. یک تا لنگی سفید هم است، ملا خو نیست، خب لنگی سفید است. لنگی سفید ریش داره و با عقبا داره و نششته. با چی میگه ملا صاحب همین فیصله ارباب چطوره؟ بسیار خوب فیصله است. او در حالی که به ضد قرآن فیصله کرده نه؟ نمیگن که خیر است بیاری سفیدا مولوی صاحب قرآن چی میگه، الله چی فیصله میکنه، رسول الله هم چی فیصله کرده که ما مورد تطبیق. این تو نمیگن نه؟ بیاین کلگی جمع شو جرگه لوی جرگه را بخوا ولی نظر خود نتن بگوین که علما با ما بگوین قرآن چی فیصله کرده که ما مورد تایید کنیم. اگر می تو جرگه باشه باز مشروع است. جرگه مشوره هرچی قرآن گو ما تایید میکنیم. این گپا نمیگن نه قرآن خو مانده بیا که دیگه چی میگن. الله نجات بدی. پس رسول الله هم چی گفت؟ زمان شما میتونین مؤمن شوین که لا یتخذ بعضنا بعضا، نگیرد بعض ما انسان ها بعضی دیگر اربابا خدا و معبودا و فرمان روایا حلال و حرام کننده. حدیث برتان من دون الله بغیر از الله. در حدیث رسول الله هم میگه فتلک عبادتهم، اینمی عبادت از ایناست. این مرد در یهود نصارا بود که علمای خدا نه عبادت میکردن حلال و حرام. حال در دیگه دنیا پارلمانای خدا نه عبادت میکنن. دنیای غرب هر چیزی که فرمان صادر کرد اینا عملی میکنن. سود حلال کرد، زنا را حلال کرد، همجنسگرایی را حلال کرده، اون عمل میکنه در حالی که ضمیر یک انسان قبول کردن هم میتونه. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اگر اعراض کردن اینا از عقیده توحید فقولوا بگوین مؤمنین اشهدوا گواه شوین ای یهود نصارا دعوت شما را قبول نکرد بگو گواه شوین ای اهل کتاب بأننا مسلمون، بأننا به این که یقینا ما مسلمون موحدون موحد هستیم تابعدار هستیم اقرار میکنیم به وحدانیت الله خالص میکنیم عبادت به الله. اینه برای از اینا بگو که ما تابع هستیم، ما غیر از الله دیگه کسی را عبادت نمیکنیم، هیچ کسی را شریک نمیکنیم، هیچ کسی را رب خود جور نمیکنیم، هیچ کسی را غیر از الله، هیچ کسی را فرمان روا قانونگذار جور نمیکنیم. و رسول الله سلام که خط روان میکرد امی آیت نوشته میکرد بسم الله الرحمن الرحیم من محمد، با پادشاه روم امپراتور بود که روان کرد من محمد نوشته کرد بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الی هرقل عظیم الروم اسلم تسلم، اسلام بیار سالم میشی و الا اگر تو اسلام نبیاری فانما علیک اسم المریسیین، مریسیین یعنی امی عوامتان امی دیقانا و کارگرایتان کل گناه مردم سر تو است. اگر اسلام آوردی یؤتیک الله اجرک مرتین، الله دو ثواب برات میده. باز امیر گفت که قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم، یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا تا آخر گفت. وقتی کی را خواند و دایی بسیار چیزا را دید گفته بودش که و سلام علی من اتبع الهدی، سلام به کسی که تابعداری هدایت کنه. و بعد از ابو سفیان پرسان کرد دید که پیامبر بر حق است، باز اونا رو دعوت داد به اسلام، اونا قبول نکردن غال مغال کردن، به خاطر قدرت خود در کفر خود باقی ماند. کسرا که است پادشاه فارس خط رسول الله آمد توتا و پرچه کرد، الله توتا توتیش کرد، بیخی پادشاهیش از بین رفت. بچه خیز پدر کشت. پادشاه فارس یا اهل کتاب لما تحاجون، ای اهل کتاب یهود نصارا
لما تحاجون چرا مجادله و بحث میکنین گفتگو میکنین فی ابراهیم درباره ابراهیم علیه السلام و گمان میکنین که در دین شما بود چرا کار میکنین و در حالی که و ما انزلت تورات و الانجیل حالا این که نازل نشدگی است تورات و انجیل الا من بعدی مگر بعد از ابراهیم یعنی همی ادیانه که شما جور کردینی بعد از ابراهیم بود چه قسم ابراهیم از جمله است افلا تعقلون آیا عقل ندارین فکر نمیکنین دقیق قولتان باطل است ابراهیم و موسی 1000 سال فاصله دارد بین موسی و عیسی و ابراهیم 2000 سال فاصله چه قسم شما میگین 2000 سال پیش ابراهیم تیر شده یا میگفتن در دین ما بود ولی دین شما خو یهودیت خو شما 2000 سال بعد جور کردین یک آدمی که 2000 سال پیش تیر شده باشه چطور میتونه که در دین شما باشه ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم بعلم خبردار شما کسایی هستین که بحث میکنین ای نصارا درباره عیسی علیه السلام و شما در وقت از زندگی میکردین فيما لكم بعلم در آنچه که به شما علم بود یعنی در آنچه که بر شما علم باشد دو بحث میکنین که درباره عیسی گفتین صحیح است و فلما تحاجون فيما ليس لكم بعلم چرا شما بحث میکنین مناظره و گفتگو میکنین در آن چیزی که برای شما علم نیست درباره ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام به دین خود منسوب میکنین بدون علم این بیعقلی و حماقت نیست والله یعلم و انتم لا تعلمون الله علم است میداند شما علم ندارین شما چطور دیگه پا بحث میکنین که ابراهیم علیه السلام میگین در دین ما بود الله گفت که دروغگوی خائنا را احمقا را شما احمقای جاهلا میگن ابراهیم در دین ما بود توبه ما كان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین نبود ابراهیم علیه السلام یهودی و نه نصرانی ابراهیم یعنی یهودی چه در دین یهودیت نبود و نه در دین نصرانی زیرا یهودیت یک ملت است تحریف شده تغییر خوردگی است از شریعت موسی نصرانیت ملت است تحریف شده از دین عیسی دینی را که عیسی آورده بود و اسلام بود شما را تغییر دادیم و ما کان من المشرکین ولكن کان حنیفا لیکن ابراهیم بود حنیف مایل بود از ادیان باطل به دین حق که اسلام است مسلمان تابعدار بود تابعدار حکم الله بود موحد بود و ما کان من المشرکین نبود از جمله مشرکین این اشاره به سوی عزیز که یهود نصارا مشرک است یهود گفت که عزیر فرزند الله است نصارا گفت که مسیح فرزند الله است رد از دعواشان که اینا در دین ابراهیمی هستند دروغ میگن ان اول الناس بابراهیم علی الذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین بدون شک حقدار انسانها نزدیکترین انسانها به ابراهیم للذین اتبعوه کسایی است که تابعداری ابراهیم کردند و هذا النبی و ای پیامبر محمد ابن عبدالله والذین آمنوا و مؤمنین کسایی که ایمان آوردند یا نزدیک هستند والله ولی المؤمنین الله دوست و مددگار مؤمنین است حالا الله بیان میکنه که به دین ابراهیم کی نزدیک است یهودی ها را گفت شما نیستید نصرانی ها را گفت شما نیستید مشرکین را گفت شما هم نیستید حالا میگه ان اول الناس حقدارترین انسان ها به منسوب بودن به ابراهیم اول کی است للذین اتبعوا تابعدارایش است کسایی که در زندگیش تابعداریش کردند با منهجش روان شدند عقیده ابراهیم اعمال ابراهیم دین ابراهیم قبول کردند و هذا النبی و این نبی که محمد صلی الله علیه و آله ای به او نزدیک است زیرا عقیده ابراهیم و محمد یکی است صلی الله علیه و سلم والذین آمنوا مؤمنین الله سعی مؤمنین میگه به از امت رسول الله صلی الله علیه و آله بسیار حقدار هستند و نزدیک هستند به ابراهیم مؤمنین الله میگه شاهدی میته به ایمان مؤمنین اینا نزدیک والله ولی المؤمنین الله حافظ و ناصر مؤمنین است باز دیگه قباحت از اینایی است که مردم به دین خود دعوت میتن ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون آرزو میکند یک جماعت از اهل کتاب جماعت از اهل کتاب یهود نصارا لو یضلون کاش که گمراه بکنن اینا کم شما مؤمنین را و ما یضلون گمراه نمیکنن اینا الا انفسهم مگر نفسای خودشان را و ما یشعرون نمیفهمن که خود گمراه کرده رایستن الله دیگه قباحتشان میگه است که اینا آمدن بعد صحابه را دعوت دادن بیاین در دین ما بهتر است ابراهیم در دین ما بود الله میگه کوشش میکنه زحمت میکشه
همین هم میکنن. دو وقت میکنن کم مال بیخی زیاد. حالا بیش از $1,000,000 جور میکنن در دنیا مردم به مسیحیت دعوت میدن. اونا میگن دین مسیحی، دین نصرانی یک دین جهانی است، به کل دنیا آمده. همین دعوت میدن. و شما میشنوین که این افغانی رفت مسیحی شد، همیایی که میرن نه در آلمان و اینجا در اینترنت ها و شبکه اجتماعی میپرتن، رفت دین مسیحیت و نصرانیت قبول کرد. فشار سرش میاره که قبول کرد، با تابعیت میته، شرط و تابعیت میته. اگه مسیحی شوی تابعیت برات میته، تابعیت خاک خدا میته، مشکم چرب باشه، به خاطرش کم میره نصرانی میشه. اگر این مچ منان یافت میشه نمیشه، خب میره میشه. شما دیدین در اینجا هم عبدالرحمن نه نصرانی مسیحی شد بیدین. تو تلاش میکنن، کوشش میکنن. حتی به ما یک کتاب آمد، یک رساله که خورد بود، دو دعوت داده بود بر چیز به می مسیحیت. در مکتب نشته کرده بود برای اطفال مکتب. تا یک وقت پیش ما بود، به می بچه های مکتب رو توضیح میکرد خود پنهان. برای ما یک بچه مکتب آورد گفت سعی کن، ولی در اینجا پرسان نیست. خب حال اونا زور دارن میکنن، هیچ پرسان نیست. کسی از اونا پرسان نمیکنه که چرا در این سرزمین اسلام کفر و شرک نشر میکنه. پرسان نیست. ود طائفه من اهل الكتاب، آرزو میکند یک طایفه اهل کتاب، لو یضلونکم، کاش که شما را گمراه کنن، از دینتان بگردانن، از جهت حسد و کینه و ضد و اینا. ای تو هم نمیگن که در دین ما بیایی. تو حالی بدبختایشان چی میگن؟ در دین ما اگه بیا جنتی میشن. نه در دین نبیار، میگه دین بکششان خلاص، بی دینشان کن، در دین خودشان هم نمانش. میفهمن که دین از یام حق است، باز از خودم میگه از ما حق است. اگر در دین ما بیاد در جنت میره، اگر در دین خودم باشه بکشش، میگه جهنمیش کن که در آتش بره. حالا می تو کار است. و ما یضلون الا انفسهم، گمراه نمیکنن مگر نفسای خدا را. چه معنا؟ عذاب امی گمراهی با بالای خودش میاد، ضررش به خودش میرسه. یکی خود گمراه، دیگه مضل، دیگه هم گناهش زیاد میشه، عذابش زیاد میشه. و ما یشعرون، و نمیفهمن جاهلا که ما خود ضرر میرسانیم. قل بعد از الله می یا اهل الكتاب لما تکفرون بآیات الله وانتم تشهدون، یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. ای اهل کتاب چرا کفر میکنین با آیات الله در حالی که گواهی میتین، شاهدی میتین که میفهمین که این حق است و دین قرآن حق است. یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل، چرا گرد میکنین حق با باطل، حق باطل گرد میکنین. و تکتمون الحق، حق پنهان میکنین، و انتم تعلمون در حالی که میفهمین که این حق نیست. دیگه قباحاتشان چی بود؟ گرودی میکردن حق و باطل، از آیات الله انکار میکردن، میفهمیدن، یعنی دیده و دانسته. یهود نصارا اردوش، یا اهل الكتاب یهود نصارا چرا کفر میکنن با آیات الله، یعنی قرآنی که نازل شده و بالای محمد صلی الله علیه و انتم تشهدون، در حالی که میفهمین، گواهی میتین که حق است، پیامبر قرآن حق. خوب میفهمیدن، همیان هم خوب میفهمن. زد و عناد، محبت، قدرت و پول و پیسه نمی. یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق، یا اهل کتاب چرا خلط میکنین حق و باطل، حق با امرای باطل، شبه میپرتین، تحریف و تبدیل میکنین با شکوک و شبهات. و تکتمون الحق، و چرا حق پنهان میکنین، حق چی به صفات رسول الله صلی الله علیه و پنهان میکردن. و انتم تعلمون در حالی که شما میفهمین که اینمی ناحق است، اینی حق است، پنهان میکنین. حق پنهان کردن صفت از این است. ما را مال میگن حق بیان نکنیم، هر عالمی که حق بیان کنه هم یهود نصارا خفه میشه، میگه نمانی را. میگم چی کنیم؟ میگه حق بیان نکو، حق نگو. میگه حق که گفتی با مردم جنتی میشه، اسلام میشه، مردم نیکبخت میشه، خوشبخت نکو، بان که بدبخت باشه. اینو میتون میگه. نمیال شما میبینین که یهود نصارا سر علمای بر حق بسیار فشار میاره، نه؟ اینقدر فشار میارن، نامش زور است و دوتیه و دسیسه میکنن، با نامهای مختلف متهمش میسازن. گاهی میگه تروریست است، آدم کشن، گاهی میگه دهشت افغان، گاهی میگه افراطیست، گاهی میگه مرتجع است، گاهی میگه عقب مانده است، گاهی مختلف نامها را میمانن.
گاهی میگه خشک است، گاهی میگه این از 14 قرن پیش گپ میزنم. این تو چیزایی میگه افکار جوانان رو خراب کرده. علمای برحق مختلف نام‌ها رو سرش میمانه. گاهی میگه وهابیست، گاهی میگه پاکستانیست، گاهی میگه پنجابیست، گاهی میگه صابیست، مختلف نام‌ها رو میمانه. نزدیک نروی. و میفهمه که اینمی عالم حق میگه، تا پیش میکنه 10-20 تا تاپه میزنه، کسی نزدیکش نره. همیال علمای برحق والله که کلش تاپه شده گیست. ولی الحمدلله که نمیتانه تاپه فایده نداره. هر قدر تاپه کنه دیگه مسلمان ها زیاد شده میره. یک عالمه که تاپه کرد و میگه باید برو این تاپه صحیح است، یعنی که آمد میفهمه که غلط است. یا 1 تا 2 تا 3 تا 10 تا آمده میره، فایده نداره. غیر از خدا الله کنن دیگه دین الله را مانع شده نمیتونه. الحمدلله. پنهان حق صفت یهود نصارا بود، گرد کردن حق با باطل صفت یهود نصارا بود. الله ما را نجات بده. بعضی علما ما و شما هم داریم، بعضش عالم است بعضش نیست، حق پنهان میکنه، میبینین گرد وردش میکنه. همیال ببینین که دین باطل خدا را میگن یه اسلامی است. تو دموکراسی را میگن ما دموکراسی اسلامی میخوایم. توبه. دموکراسی میگه در اسلام هست. حالا در دموکراسی حجاب هست؟ نه. حالا در اسلام حجاب فرض است. چرا نمیمونی زنها حجاب کنن؟ با دروغ باید میگن که دموکراسی دینی اسلامی هست. میگه اگه هست چرا فحاشی است؟ اسلام میخواه تو فحشا را، به حیایی را، به حجابی را، قتل و قتال، اختطاف، آدم کشی، فساد اداری، فساد سودی، مختلف فسادها. کی میخواه اسلام فساده؟ کی آدم کشی، کی اختطاف، کی بیدینی را، کی به حیایی، کی زنا و فحشا، کی شراب و پودره. 4 میلیون نفر در افغانستان میگه پودری است. اسلام پودر میخواه؟ تو چرا قدر؟ چقدر میگه شرابی است؟ 5 میلیون شرابی است. چقدرش سیگریتی است؟ چقدرش نسواری است؟ نه؟ که اسلامی تو چیزا را میخواه؟ ولی اونا ببینیم که خب اگر اسلامی تو یک چیز باشه، یک مرضی ها و مردارا و اینا را اسلام بگویم، خواهی اسلام دیگه چهره پاک از این ناپاک شد. اسلامی تو یک چیز هست. نکو ظلم و فساد تا در اسلام داخل نکو. بگو که کار خودم است. اینی ظلم اینجاست که جرم میکنه، نامش میمانه اسلام. الله استغفر الله. نامش میمانه اسلام.